سلام آقا، این گزارش خاکستری آمانو زده سر و ریش ولی فقیه و شیخ پری رو پاک خاکستری کرده. یعنی پنبه همشونو زده. حالا این گزارش خاکستری چیه؟ پاسخو از تیوی ریش بشنوید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت هنوز برخی از سوالات درباره سابقه برنامه اتمی ایران PMD بی پاسخ مانده. آمانو گفت ایران به تمامی سوالات درباره ابعاد احتمالی نظامی خود و کارهای اتمی گذشته‌اش پاسخ نداده و هنوز برخی سوالات بی پاسخ مانده است. آقای عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای 2 روز پیش تاکید کرد اگر گوشه‌ای از پرونده PMD باز بماند معنایش این است که ما به تعهدات باقی مانده خود در برجام عمل نخواهیم کرد و مسلماً اجرای برجام متوقف خواهد شد. خدا وکیلی تهدید کردن به قیافه هر کی تو نظام بیاد به قیافه این اولاقچی نمیاد. چی رو به برجام عمل نخواهیم کرد؟ مثلا عمل نکنی به جاش غلطی میکنی؟ دوست داری طناب تحریم به گردن ولی فقیه سفتر بشه یا که هوس کردی با دنیا شاخ به شاخ شی؟ بابا آخه الان که جای این قپی اومدنا نیست. برو بابا برو جای این فیگورا باقی سانتریفیوژا رو اوراق کنید. در گزارش 10 آذر مدیر کل خبری از مختوم شدن پرونده PMD نخواهد بود. حتی از برخی منابع اخبار تایید نشده‌ای دریافت شده که دولت از ابتدا می‌دانسته گزارش آمانو خاکستری خواهد بود و به همین رضایت داده است. اگر چنین شود، ایران از یک سو بخش عمده‌ای از تجهیزات هسته‌ای خود را دست کم برای 15 سال برمی‌چیند و از سوی دیگر متهم به تلاش برای تولید بمب اتم باقی می‌ماند. این نه سیاه و نه سفید، لاجرم از هر سیاهی سیاهتر است. برخی اذهان ناخواسته به یاد مسئله اتمی لیبی میافتند. حالا ولی فقیه رو تصور کنی که خیال داشت سر دنیا رو گول بماله و در عین خلاصی از تحریما پرونده PMD رو هم ببنده و بعد زیرکی بره دنبال بمب اتم محبوبش و یک باره همه رو غافلگیر کنه. اما حالا طوری خورده پس گردنش که از حالا خودش رو تو آینه لیبی میبینه. بروجردی رئیس کمیسیون امنیت مجلس با اشاره به اظهارات اخیر آمانو درباره سیاه و سفید نبودن گزارش آژانس گفت این جمله است که آمانو در هر گزارشی آن را آورده که نشان می‌دهد آژانس از استقلال کامل برخوردار نیست و به سخنان آمریکایی‌ها توجه دارد که این موضوع غیر قابل قبول است و این سخنان نشانه فشارپذیری آمانو است. تو چیکار به فشارپذیری و فشار ناپذیری آمانو داری؟ علل حساب فشار خون ولی فقیه تو بچسب که آسانسوروار داره میره بالا. وقتی میگن آثار زهر یعنی همین. وقتی میگن هر کی زهر بخوره باید پای لرزشم بشینه یعنی همین. کار به این سادگی ها که فکر میکنی نیست. حزما حالا باید جلز و بلز کنه.